آقا 3 تا بهت ضربه یاد میدم، ببین حریف 3 برابر خودت هم باشه، توی درگیری پیروز بشی. قشنگ گوش بکن، تضمینی ها، تضمینی. ببین اولا که هیچ وقت درگیر نشو. آقا شدی، هیچ چاره ای نداشتی، خب مجبور بودی از این 3 تا ضربات استفاده بکن. ضربه اول، ضربه مشت مستقیم. ببین چه با چپ بزنی چه با راست بزنی، کجای دست میزنی، ببین دست رو مشت بکن با اینجا. اصلا ضربه اصولی هم نزنی به این نقطه که من میگم بزنی خوابیده. خب ببین دست رو مشت بکن قشنگ مشت، این انگشتا بیاد بغلش. این دوتای اولی، ببین این دوتای اولی کجا میزنی؟ چونه حریف، زیر لب، مستقیم داره میاد، بزن. همون لحظه میفته زمین، همون لحظه میفته زمین. با اون قدرت 20% قدرتت بزن. آقا یکی که 50 کیلو وزنشه، خب البته به وزن نیست، قدرت ضرب شما باید از کمر و چرخش داشته باشی. قدرت ضرب اصلا فرق میکنه با قدرت بدنی. خب در هر صورت میخوای ضربه رو قدرتی بزنی، چرخش کمر داشته باش، ضربه مشت رو بزن کجا؟ یه چونش، غافلگیرش بکن اگه قرار باشه درگیر بشی. ضربه دوم، ضربه دوم چیه؟ همون ضربه مشت کجا میزنی؟ جناق سینه. ببین اینجا جناق بسیار بسیار حساس هستش. بالای جناق قسمت دسته هستش، پایینش تنه جناق هستش، زیرش خنجری جناق، این جایی که زائده هستش زائده جناق هستش. خب این قسمت شما ضربه میزنی. حالا چجوری مشت مستقیم رو بزنی که این دوتا بخوره؟ آرنج یه ذره بیار بالا، مچو بشکن. ببین چقدر قدرت داره آقا رضا. خداییش راست میگی. خدایی راست میگم. توجه بکن. ببین این ضربه رو میزنی بهش، این ضربه ای که به حریف میزنی همون لحظه ببین جناق میشکنه. اگه ضربت شدید باشه حتی دنده‌هایی که به جناق چسبیدن اونا هم میشکنن. این ضربه دوم. ضربه سوم کجا میزنی؟ به قسمت آبگاه. به زبان ساده خودمون میگم قسمت آبگاه یا سرمعده، قسمت دیافراگم. ببین شبیه خورشیدی البته بسیار حساسه، ولی این بار ضربه آپرگارد از پایین میزنی. آقا عذرخواهی میکنم، آقا ببخشین عذرخواهی میکنم، ضربه رو خیلی میخوام آروم بزنم. ببین آرومش هم دوستان رفیقام همه میبینن که چقدر آروم فقط نشون میدم ضربه رو. ببین همراه با زدن این ضربه حتما چرخش کمر داشته باش، روی پنجه بچرخ، ضربه رو بزن. البته این ضربه رو در یک پست جداگانه میخوام کامل آموزش بدم، یعنی ضرباتی بزنی 4 برابر خودت همون لحظه زمین گیر بشه. به قدرت خودت پی ببر، تو خیلی خیلی قوی هستی، این سلاحاتو قوی بکن. اوکی؟ ببینید بس از پایین چرخش کمر دارم، ضربه آپرگارد میزنم، ضربه آپرگارد میزنم. عذرخواهی میکنم آقا رضا ببخشید. خب عذرخواهی میکنم بازم. ببین ضربه از بار دیگه باید تو آموزش باید بزنم یه مقدار بخوری تو بفهمی که خلاصی همه چیز قدرت بدنی نیست. آقا رضا الان شما وزنه مثلا بخوای ورداری خیلی قوی تری، ولی توی ضربات باید بخوری تا قوی تر بشه. البته آقا رضا از شاگردای بسیار بسیار خوب بنده هستش. بس شو 3 تا ضربه مستقیم مشت. آقا نمیزنم. نه خداییش نمیزنم. حواسم هست. بعد ضربه مشت به کجا میزنم؟ به جناق. گفتم از آرنج یه ذره بیار بالا، مچم بشکن کامل بیاد کجا اصابت کنه؟ به جناق سینه. و وقتی نزدیک بودی اینم از کجا بزن؟ از پایین بزن، فقط با این دوتا قسمت آبگاه. خداییش عجب ضرباتی بهتون گفتم، عشقشو بکنید، فقط تمرین بکنید. ببخشید آقا من باید بگم اینا رو تخلیه شد. نه چون خودت تخلیه کن. حالا اینا بیابون شانگالیزن 2000 years later. مسئول فوش ما آقا رضا هستش که اینجا عزیزانی که میان ما رو اذیت میکنن از اینجا عبور میکنن. خیلی دوستتون دارم، نظرتون برای من حتما بنویسید، یعنی به صورت حرفه‌ای میخوام دفاع شخصی کارتون بکنم که لذتشو ببرید. یا علی مدد.